به نام خدا. سلام، حضور گرمتان آرزومند است انشالله از صحت کامل برخورده باشین. دوستان امروز میخوام شما را با طرز تغییر دادن و یا چنین نمودن نام خود در فیسبوک آشنا بسازم. پس ویدیو را تا آخر بیننده باشید. دوباره خوش آمدین دوستان. اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکردین و میخواین از آخرین مواردی که در چینل یوتیوب براتون اپلود میکنم آگاهی دریافت بکنین، پس چینل خود را سابسکرایب بکنین. خب دوستان، در قدم نخست ما شما میریم اپلیکیشن فیسبوک ما را باز میکنیم یا از قسمت آل اپس ما شما را اکسس میکنیم و یا اگر در صورتی که در هوم پیج می باشه از قسمت ما شما را اوپن میکنیم به شکل. بعد از اینکه اپلیکیشن ما را اوپن کردیم از قسمت بالای سه خط مستقیمی که وجود داره مورس هست بالا از کلیک میکنین. بعد شما تا قسمت پایین سکرول میکنین و ستنگ دریافت میکنین و بعد شما پرسونال انفورمیشن کلیک میکنین و بعدا در قسمت نیم ادیت میگین. درسته، این میخواین ویدیوش کنین. در قسمت فرست نیم نامتان تعیین میکنین بالفرض هر نامی که شما میخواین و در قسمت میدل نیم ما میدونی که نام دومیتان انتخاب میکنین و لاست نیم تخلص یا مو نام آخریتان بالفرض تیچ. بعد از اینکه کار کردیم این قسمت ریویو چنج برش میتونیم تغییر بدیم، یعنی بله ما شما میتونیم از قسمت نام را تغییر بدیم. خب این قسمت ما شما اگه در صورت بخوایم تغییرات وارد کنیم باید پسورد ما را بیاد داشته باشیم و قسمت ما شما پسورد ما را انسرت بکنیم. بعد کلیک میکنیم و پسورد ما را تایپ میکنیم. البته دوستان خب بعد از این پسورد ما را تایپ کردیم دوستان کار بعدی که ما شما میکنیم سیو چنج برش میگیم. خب بعد از اینکه سیو چنج گفتیم دوستان شما اینجا مشاهده میکنید با موفقیت ما شما دانستیم نام یوزر اکانت ما را تغییر بدیم و بک میکنیم دوستان. این سر مییم. بعد ما شما اگر در صورتی که بالای قسمت خود پروفایل ما بیایم قسمت شما میبینید که نام ما تغییر خورد و دیگه نامی که ITHPC بود به اپدیت شد. به شکل ما شما میتونیم که یوزر نیم اکانت فیسبوک خود را تغییر دهیم. خب این بود موضوع امروزی ما. آرزومند است انشالله مورد توجهتان قرار گرفته باشه. اگر در صورتی که تکنون چینل ما را سابسکرایب نکردین و میخواین از آخرین جزئیات و مواردی که در چینل یوتیوب براتون اپلود میکنیم آگاهی دریافت بکنید، پس سابسکرایب نکردن چینل خود را فراموش نکنین. تا سلام دوباره، بدرود، وقت خوش.